ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. شعرکی آریان. عشقی آسان و مشکل. عشقنامه ستار بهمن. محض این لحظه کدام ماشین ها پیدا شده که پیشا پیش آنها می آمده ماشینی می لیسه. عجیبش که ماشین ها قرار گرفته نزد اداره کارگاه من. زنم از آن بیرون آمده. بعد چند شناس دیگری خاندانی ما از ماشین ها بیرون شده. یعنی زنم از کدام اضطراب و تهلکه همه آنها را به پا خیزانده سفربر کرده برای دریافتن و برگرداندن من و آنها باشند پالیس را به پا خیزانده. اولا تکان خورده شخ شدم، پس آن یک باره به خود آمدم، به ایجاد کردن واداشتنی شدم خودم را، یا چنان وانمود کردن میخواستم. وانمود میکردم آمدنی آنها را، بالکل ندانستم و ندیده، چنان که گذشت وقت را فراموش کرده، چنان که اینجا بودن پروفسور را ندیده و سخنهای ورا نشنیده، بلکه آسیم سر شیشه های خالی شده را پنهان کرده بودم و تریزه طرف دیگر را کشادم که بوی شراب نماند یا کم شده باشد. زوجم که مرا مشغول ایجاد دریافته بود پرسان کردید: همین کار به خانه خودت رفته کردن نمی توانستی؟ و افسوده: آنجا شرایط بهتر بودگیست نه؟ چون ناجنبان و لب بسته می ایستادم برآشفت. می گویند به ایجادگران نمی رسد یک قمچین که راست و برحق، بلکه به شوهر من نمی رسد چند قمچین، بلکه کیها آن را سازک قمچین کاری کردن لازم بود. من همانا خودم را به ناشنیدنی می زدم. زوجم بوی بازمانده شراب را حس کرده توانست. پس اینجا نوشانوشی داشتی؟ باز بیشتر آشفته و بیقرار می شد. اینجا یگان کسی دیگر هم بود؟ سوال داد. حتی با کدام خواطری؟ از طرز پرسشش دانستم در نظر دارد پروفسور را، طبیب را. حتی کافته 2 شیشه خالی شده را دریافته بود. یعنی نوشیدی باز با وی. خودش را گم کرده بود زوجه. تنها بودم. به سخن آمدم در نهایت. باور نکرده قدح پیاله ها را برآورد و بوی کشید که یکی بوی تلخ می داشت و اندامی ورا برمه زنانده و پیاله دیگر بوی دماغزنی می نداشت. یک خودت 2 شیشه را آشامیدی؟ حیرت زده بود زوجه. خود را به مستی شدید برزدنم لازم می آمد تا اینجا بودن کسی دیگر آشکار نگردد. از چه باشد پروفسور را نهانی دفاع کردن می خواستم، هرچند در صحبت و گفتار طولانیش گویا چیزی نگفته که به فایده من باشد یا منصوب من باشد، و یا برعکس باشد. مگر چرا اینقدر بدکشی کردنی باشد زوجه من با پروفسور و چرا از صحبت من با وی هراس می کشد؟ گویا میزده و مست بودم و دیگر شبهه و زهر زبان زوجه و همراهانی وران نمی شنیدم. یعنی زهر زبان بعضی زن و بعضی مردهای با نفوس را که برای نشان دادن صداقت همنشینی به خاندان ما آمده اینجا، چنان که برای نشان دادن این صداقت فشار آورده به پروفسور، برکنار کرده ورا از کافدر و تجربه‌گاه طبابتیش. هرچند پروفسور گویا زیان نرسانده بوده به زندگی ما، وگر زیادتر نوشیدن و زیادتر لقیگی کردنشان را صرف نظر کرده باشیم.
زوجه‌ام و همراهانش چه های نمی گفته و چی نصیحت نمی کرده به من و نهایت به ماشین های با خود آوردهشان بار نموده به خانه و درم رسانیده بودند. انا همین جا چی قدر خواهی ایجاد بکن دیوانه هر دم خیال. اگر نوشیدنی هم باشی چی قدر که بخواهی بینوش همینجا. ستار بهمن فقط از خانه‌ات بیرون نرفته فرموده بوده آنها از نو. زنک بعدی به خاندان رسانیدن و روی بیستر پرتافتنی من گویا سبکتر گشته آسوده شده باشد. پس از گسیل شخصان با نفوس خودش را پرتافت روی رخت خوابی ارگینالی. پرتافت خسته حال. هرچند مرا اینجا یافته آورده ولی پوف گفته از من روی گردانیده بود. یعنی رو جانبی دیگر تاب خورده بود اندرون رخت خواب. این به یادم رسانده بود معشوقه کسی اولی منطقه دور، یعنی معشوقی قربیکف را، یعنی معشوقه‌ای که بعد از جراحی به خود آمدن پوف گفته رو گرداندن میخواست از نجاتگری خودش، یعنی از پروفسور آینده. من هم پهلوی بانوی خاندانم بودم و به وی در کار نبوده. مگر سالها باز چنین نبوده؟ یعنی گویا در کار بوده و گویا در کار نبوده برای این بانو که می رسیدم اکنون به درکش، بلکه می رسیدم به فهمی این متصل و ژرف. اگر مبارک می بود چنین می کرد مگر؟ اندیشه برزده بود از مغزم. نفسگیری با فراغت زوجه شنیده می شد که فراموش کرده مرا، ولی من خوابیدن نمی توانستم. بعد برخیسته بودم و گوشه جایگه نشسته، بلکه روی خانه می رفتم پیش و قفا. چرا این بانو امثال معشوقه آدمی کلان مضافات می تابد اکنون به نظر؟ چرا چنین می تابد؟ شاید از تأثیر نقل های پروفسور باشد. چرا مرا دیوانه کرده مثل خودش؟ دیوانه کرده با نقلی که برای زندگی من گویا در کار نبوده بلکه گویا علاقمندی نداشته. زوجم که در خواب بود رو به بالا تاب بخورد. تاب خوردنش را خودش درک نکرده یقین، یا برای ادامه راحتش تاب زده. چشم نمی کندم از او و برابر این پاره نقل پروفسور به یادم می آمد. دایری معشوقه جراحی شده قربیکف و برابر این عملی انجام دادن می خواستم و تا رفت شکل و صورت می گرفت در هستیم. از این باعث بری بانوی خاندانم خم خوردم و تگمه های پیشی بری کرته خانه پوشی و را کشادن خواستم. شاید با او وصل جستنی بودم که بالکل موردش نبود، ولی می کشادم یکسان پیشی بری ورا و دامنی کرته اریگینالی شب پوشیش را برداشته بودم. لیکتنم را بالای بانو نمی پرتافتم برای وصال جستن، بلکه دیده می دوختم به پی بریده زیر ناف تا به عضو زنانه میان زانوان نازک وی. صدها مراتب دیده بودم پی باریک زخم و بریده سابق را که گویا به جسم اوریانش زیبی علاوه می بخشید. ولی حالا چنان می نگریستم که گویا اکنون دیده و اکنون درک کردم. بانو مدام می گفت در نوجوانی به دردی کرروده پیچیده و دختران روده دردمند و زخمی را بریده گرفته. گویا چنین کرده در بیمارستان مضافات دور، اما برای کرروده از طرف اندک راست شکم ببرند که آنجاست همین عضو. ولی چرا به پایان رو زیاد بریده شده شکمی بی جمال؟
مگر از موجب راه یافتن به بچه‌دانش نبوده؟ یعنی برای برکنده گرفتن فرزندی زنده او نکردند چنین؟ برکنده گرفتن فرزندی زنده برای بدنام نشدن عاشقش، یعنی شخص اولی مضافات؟ به یادم می آمد همین معنی. لرزیده بودم، بلکه کرخت و پکر گردیده. این چقدر ادامه یافته بود ندانستم. کدام وقت احساس نمودم زنک چشم گشاده نظر آورده است جانب من، بلکه به نگاه من که می نگریستم به نقش جراحی شکمی وی، می نگریستم حیرت زده و پرسؤال، بلکه خواطری بیشتر ظاهر می کرد چشمان من یا نگاهی پرشگفت بانو. دقیقه ها می گذشت. بعدن از من پیشتر به خود بیامد، زیرا چون همیشه هوشیار و چالاک بود نسبت بنده، بلکه حساس و چاره‌گر، یعنی یک باره و سراسیمه دامن کرته‌اش را پایان برد، تکمه های پیشی بر خلعت شب پوشیش را شتاب زده گذرانیدن بخواست. هیجان نوخیسته وجودش از حرکت انگشتان بلرزه آمدهش عیان میگشت. یعنی از نگاه من به پی جراحی تنی وی پی برده که بعضی چیزها را دانستم یا سخت در گمان و شبهه باشم وابسته همین. روی رخت خواب دراز کشیدم، خود را به خواب انداختم، هرچند غرق اندیشه بیشتر و در حیرت بودم، بلکه پکر گردیدم. زوجه برخسته دیگر در آمدن نمی توانست به جایگاهی آسایش و راحت، بلکه با اضطراب زیاد می گذشت از خانه به خانه دیگر. به حجره خواب می آمد و می گذشت خانه دیگر که از راغک پیلک چشمانی گویا خوابیدم احساس می کردمش، بلکه یگان بار چنین اضطراب زوجه را ندیده بودم و یاد نداشتم. همین که صبح دمید پی بردم با تلفن حرف میزند طولانی، حرف میزند با شناسهای با نفوذش دایری کدام پروفسوری رانده شده، حتی طلب میکند خوبترش به حبس گرفته شود پروفسور تا روزگار آدمانی با نفوذ را ویران نسازد. بیشتر حیرت زده بودم. آخر دایری پروفسور طبیب به زوجه حرفی نگفته پس از کجا پی برده که؟ یعنی نقل و حکایات پروفسور به زوجه من پیوستگی داشته که چنین بی‌ضابطه و پریشانش کرده است. با چنین اضطراب ضرب سخت‌تر زدنی بود به پروفسور با استفاده شناسهای با نفوذ خود، یا این همه تصورات و خیال باشد و چیزی تغییر نخورده؟ با وجود این دیگر یازیدن نمی توانستم روی رخت خواب. اکنون من هم قدم می زدم روی خانه، بلکه می گذشتم از خانه به خانه دیگر، بلکه چی کردنم را نمی دانستم حالیا. بعد چاره و تدبیر به یادم رسید که با بهانه به کار رفتن از خانه و حولی بیرون شدم. در اصل از پی کافت و کاب پروفسور می برد قدم هام، می برد تا دایری کدام خطری عظیم که به سرش تهدید می کند خبر رسانده باشم. آخرین خطر شاید از خطرهای پیشینه به سرش ریخته کلفتبار بود. شاید غیر همین آگاه کردن مددی دیگر رسانده نتوانم به پروفسور. نشان خانه ورا دریافتم از مرکزی طبابتی که پیشتر ادای وظیفه می کرد و سراغ کرده رفتم جانب منزلش. در اینجا قلف زدگی بود.
از پرسجوی من یک همسایه وی گفت که رفته با جامدانهای عظیمش و کتاب و نوشته های زیادی بربستهش رفته سری صبح. شاید جانب فرودگاه طیاره رفته که به من اشاره داشت شبانه وقتی حکایتش. از این دیار رفتنیم. به تاکسی نشستم و فرمودم براند جانب فرودگاه. یا شاید دیر ماندم و کیها پرواز گرفته پروفسور. این خوبتر بودگیست فکر میکردم حالیا. ولی دریافته بودم ورا از فرودگاه باید پرواز میکرد بعد 3 ساعت که در دستش چیپته داشت. ورا خواهش میکردم و فهمانیدن میخواستم چیپتهش را باید عوض بکند به خط سیری که همین حاضر سوارشوی شروع میگردد. حتی خودم به این کار مساعدت کرده پولی علاوه سپاریدنی بودم. طبیبی روحشناس از هیجان و اضطراب فزوده خودش را نگاه می داشت. بسا خونسرد می تافت. اما شتاب زده و را از خطی تفتیشاتی گذرانیدن می خواستم. برای این به چند مسافر و کارمندان فرودگاه رد و بدل هم کردم. دوغ و پوپیسه نمودم که توقف و درنگ نکنند. راه بدهند تا اول بگذرد آدمی معتبر کشور. اما آنی که باید پرواز می گرفت یعنی پروفسور از پی شتاب و اضطراب نبود، با تمکین می تافت. یا این ضرور بود تا نظارتگران سری گمانی بد نآیند، شبهه کرده رفتنی ورا موقوف نگذارند و یا خلل وارد نسازند. حتی آرامانه تبسم می کرد برای آدمان اینجا و برای اطرافیان و حتی برای من. نهایت از خط و دریچه های نظارتی گذشته بود و من اندک آرام گرفته. شکر به تو خداوندی مددگار. لیک این طولانی نبود، زیرا چند نفر پیدا گشته فرودگاه وارد شده که در دستی یکی بود رسم. مگر صورت پروفسور نباشد که به نظرم رسیده؟ شاید حالا رسم را نشان داده به نظارتچیان بپرسند چون این شخص نگذشته و نرفته مگر جانبی خطی پرواز. من کرخت شدم. مگر این نفرانی آمده درونتر وارد شده پروفسور را دست گرفته کشالمال و موشت زنان بیرون نمی آورند و نمی کشند برای برده به محبس خانه انداختن؟ بچه قادر بودن این نفران را درک کرده بودم پیشتر. نفرانی که دایرشان گفته پروفسور، بلکه این نیروها را به حرکت و باز انداخته حالیا بانوی، بلکه بانوی در مد اول گویا مقرری خاندان من، بلکه همانی که بازی می کرد در مضافات نازکانه و ماهرانه. گویا قدرت نداشت اونجا و در اینجا همچنین، ولی قدرت دیگران را استفاده برده می توانسته. این قدرت اکنون پروفسور را دریافته مجق کردنی باشد. بلکه یک و یک باره خیز زده بودم، چنگ انداخته صورت کاغذ را ربوده از دست و چنان که در کیناها دیده نامه های مخفی را سربازان فرو ببرند تا رقیب از مضمونش آگهی نیابد، من هم کاغذ را به کام زده بودم و می خواهیدم. کشاکش شروع گردیده بود و مشت هم می زدند مرا، ولی کاغذ را از دهان بیرون نمی پرتافتم و لونجک زنان خایده فرو بردن می خواستم. برابر این از گوشه چشم از دیوار شیشه های فرودگاه می دیدم چطور طیاره‌ای که پروفسور اندرونش نشسته به پرواز آماده می شود. از پروردگار التجا می کردم که این کار زودتر انجام پذیرد. حالا به خط پرواز نزدیک می شد طیاره تا سرعت گرفته برود جانب افلاک. کسانی که با من کشاکش داشته
تا دمی چیزی اساسی به یادشان رسیدن، جانب نقطه های تفتیشات رفتن و از روی نام پروفسور جانب تیاره گذشته را معلوم کردنی شدن از میان گذشته بود. مدتها تیاره پرواز گرفته به عمق فلک رفته دور همی شد، بلکه ناپدید می گردید. این هنگام یعنی بازداشت و بازگردان پروفسور دشوار شده، بلکه دشوارتر می گشته. یعنی برای یک کس شده تیاره پرواز کننده و کیها دور رفته عظیم را پس آوردن امکان نداشت، یا برای این وقت لازم بود تا کلان پایه های بالاتر استفاده شوند. نخواد پروفسور را باز پس آورده توانند همراه تیاره رفته. ساعتی چند اینجا مانده بودم و به هر سملیات که به فرودگاه می نشست به خواتیری و هراس نهان نظر می دوختم. مگر تیاره نبود که پروفسور را برده، بلکه آن تیاره هنوز پیدا نبود، یعنی بر نگشته. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.